بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برادران و خواهران عزیز اهل توحید بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی را حمد و شکر و ثنا و ستایش که الله سبحانه و تعالی خودش ما را هدایت کرده و اگر ما را هدایت نمیکرد همه ما در گمراهی بودیم. الحمدلله که الله هدایتمون کرد. الحمدلله رب العالمین. ما بعد از اینکه درس های توحیدی را در باب اسما و صفات بسیارتر صحبت کرده شدیم، کتاب الرد علی الجهمیه امام الدارمی رحمه الله را به شما شرح دادیم. امروز هم قریب که یکی از مسئله های آخرین را، مسئله تکفیر جهمی ها، به شما امروز به پایان میرسد و این چنین یکی از درس های قوی، برنامه های قوی ترین ما که این بیان اعتقاد ابو حنیفه و حنفی های حقیقی رحمهم الله و رد به حنفی های دروغین، از نام حنفی های حقیقی به حنفی های دروغین رد زدن است. و البته این درس ها اگرچه حاضر یک باره ثمرهش رو نمیدید، نمیگویم، البته حاضر خودش ثمره داده شده است. ثمره همین شما موحدین هستید که حجت شما قوی است و روز به روز علم شما زیاد است. و من در ایما و در تلگرام دیده شدم و در دیگر مجلس ها بسیار خبرها میاد، برادرها هر روز به من کم کم تماس میگیرند، میبینیم که در رو بر روی حجت شما، علم شما، منهج شما، جهمی ها، عازری ها، این گمراه معطله ها دیگر بالاخره رو بر روی شما ایستاده نتوانسته شدند. به حجت شما جواب گفته نمیتوانند، اما به حجت های آنها که ضعیف است و یا خطا فهمیدن شما جواب میگید. به شبهات اینها شما جواب گفته شدید. شما الحمدلله رب العالمین علم آموخته، منهجی قوی شدید و ببینید چقدر که شما قوی شدید، چقدر که شما علم را آموختید و چقدر که به حکمت و نازک بینانه به علم دعوت کردید و مبارزه بردید و بحث و مناظره کردید. منهج به سبب علم، به سبب صادقی شما، به سبب به حکمت و به آدابی و به شجاعت شما منهج ظاهر شده است. یعنی الله سبحانه و تعالی به من و به این مشایخ و به شما دینش را نصرت داده شده است که این بزرگترین فضل و رحمت الله به ما بندگان فقیر به سوی خودش است. الحمدلله رب العالمین. و برای همین امروز قبوری ها، صوفی های قبوری، دیوبندی های صوفی های قبوری، بالاخره دیوبندی های قبوری، نقشبندی های قبوری، قادریه های قبوری و بالاخره ماتریدیه های این اشاعره های جهمی قبوری به داد و فریاد آمدند. الحمدلله رب العالمین. میروند کشمکش، از این طرف کدام ملاشون افته میبرند که تیت پیت میشوند، بو میرند دیگرش افته میبرند. یک وقتی اگر در یاد داشته باشید در مسئله عذر بالجهل، عذری ها نمیخیل بود. کی نبینید انمیخل یگون کس کوفته گشته است که دامن یگون نفر را بگیرم و نجات یابم و غلبه کنیم. گفته 10 سال گذشت، همه دامن هایشون دریده شد، هیچ کس نیست فرار کرده. 4-5 نفر هر روز همدیگری رو ملامت کرده انمیخل میگردن. الله خوارشون کرد، لیکن الله سبحانه و تعالی هدایتشون بکند، خودی الله دانا است. اما امروز الحمدلله مسئله اسماء و صفات بسیار مسئله مهم روز به روز کشوده شده است و این به فضل الله سبحانه و تعالی و به سبب ما و شما برادران اهل سنت و جماعت است. چگونه که مسئله عذر بالجهل، عذر مشرک، تکفیر، ایمان، این مسئله به مرور زمان بحث و مناظره های شدید شد، زیاد شد و همه شما آموختید و فهمیدید. در مسئله اسما و صفات هم وقتی که ما درس ها رو میگیم، بعد از این بحث و مناظره و کشمکش ها میشود، اگر به منهج پایبند باشیم، در اساس منهج معامله بکنیم، قسم به الله در باب توحید اسماء و صفات، شناخت الله سبحانه و تعالی، حق باز ظاهرتر می شود و مردم حقیقت رو میفهم. زیرا که بسیار انسان ها در باب اسماء و صفات امروز معلومات کافی ضروری ندارند، نازکی ها را نمیفهم. حتی متاسفانه برادران و خواهران موحد ما در مسائل البته اصلی اسماء و صفات با خبر دارند، مسائل های اصلی، اما در مسائل های نازک و دقیق بسیاری اونها معلومات ندارند. اما چقدر معلومات شما، چقدر علم شما در باب
اسما و صفات زیاد شود، در باب توحید چقدر علم شما زیاد شود، همان قدر ترس شما از الله زیاد می شود، پرهیزگاری شما از الله زیاد به الله زیاد می شود و نزدیک شده به الله سبحانه و تعالی به الله نزدیک می شوید. نزدیک شدن شما به سوی الله زیادتر می شود. برای همین الله سبحانه و تعالی گفت انما یخشى الله من عباده العلماء، همونو که از الله سبحانه و تعالی بندگان می ترسند که علما باشند. علما از دیگرها زیادتر از الله می ترسند. ترس این عمل قلب است. شما ظاهرا میبینید یک عالم مثل شما هست، مثل شما نماز روزه، از شما عملی زیادتی شاید نداره. یک طالب علم در پهلوی شما است، از شما عملی زیادتی نداره، مثل شما عمل میکنه، یکی در نزد الله از درجهش شما بلند است، زیرا که ترس عمل قلب است، عبادت قلبی است. در قلبش کسی که علم دارد، یعنی علم منهجی درست و صحیح دارد، این الله را زیادتر فکر میکند، در یاد الله هست و از الله میترسد، توکل به الله میکند. انا این رو میگن ترسی که عبادت قلب است. اما نگفته نماند که برادران و خواهران عزیز، جهمی ها هم این مذهبی که در مدت 100 ساله ها یک چند صد سال ساختند، اینها به آسانی این مذهبشون رو ترک نمیکنند. زیرا که جهمی های معطله، اشاعره و ماتریدی، این قبوری ها تحریف کردند دین رو، مردم رو گمراه کردند و مردم رو در اساس منهج باطلشون نگه می‌دارند. این دین رو دوکان خود قرار داده است. البته که اونها از این ریاست، از این کرسی، از این رئیس مذهب بودن و از این مردم غلام کردن یک برو نمیرم. آنها به آسانی از این راه نمیروند. البته کشمکش، بحث، مناظره، این چیزها میشود. بارک الله فیکم. حالا یکی از برادرها از افغانستان همراه صوفی های قبوری، ماتریدی، قبوری، جهمی، تاجیک و افغان بحث و مناظره کرده و در اونجا یکی از صوفی های قبوری آمده یک چند طعنه را زده. من پیش از اینکه به درس شروع کنیم یکی از این طعنه را جواب میگم. شبهه انداخته در بین موحدین، در بین مسلمین شبهه کاریده، گویا که کتابی که شما اون کتاب رو قبول دارید، روایت هاش رو میگویید، یعنی کتابی که الرد علی الجهمیه، عبدالله نویسندش عبدالله پسر احمد ابن حنبل گفته است کتاب ضعیف است. اولا چرا این کتاب رو جهمی ها بد میبینند؟ زیرا که در این کتاب زیاده از 180 روایت است که به ضد ابو حنیفه گفته شده، یا بگیم درباره ابو حنیفه، به ضد ابو حنیفه نمیگیم. زیاده از 180 روایت در کتاب عبدالله ابن احمد ابن حنبل در حق ابو حنیفه گفته شده. روایت های خوب هم است، روایت های بد هم است، سخن های بسیار سخت هم است که البته ما سال گذشته این همه این روایت هایی که در باب ابو حنیفه است، روایت ها رو، سند های صحیحش رو صحیح، ضعیفش رو ضعیف گفتیم و بعد از این سند های صحیح رو جواب گفتیم که یک قسمی این طعنه ها به ابو حنیفه وقتی که اهل کلام بودن، وقتی که قرآن مخلوق گفتن، بله سخن های علما در اون وقت بود. بعد از این ابو حنیفه از این سخن ها توبه کردن. پس این سخن ها حالا سخن های سلف هست، اما بعد از توبه ابو حنیفه به ابو حنیفه این سخن ها گفته نمی شود. یکم قول دوم یا نیز یک قسمی سخن سلف که در حق ابو حنیفه است که ابو حنیفه رو همچون مرجئه الفقها سخن های سخت گفته که ابو حنیفه در باب ایمان بدعت کردن. این یک سخنی عادی است، باکی ندارد، این تکفیر نیست. و البته که با سخن‌های خوب هم است، به مانند اینکه احمد ابن حنبل بعد از وفات ابو حنیفه رحمه الله گفتند، ابو داوود سیجستان رحمه الله گفتند. ما درباره این دو سه کتاب رو هم نوشتیم و به شما پیشکش کردیم. ما وقتی که ابو حنیفه رو مثلا از نظر منهج اهل سنت و جماعت در اساس علم میگیم که رحمه الله، ما اومده کتاب ضعیف است نمیگیم، منهجی معامله میگیم. اما جهمی ها از اشاعره و ماتریدی که اینها جهمی هستند، اینها امروز اشاعره و ماتریدی نیست مگر اینکه در پهلوی جهمی بودن با قبوری است. هم صفات های الله تعطیل میکند این کار، هم قبوری است.
یک اشعری و ماتریدی رو یابید که قبوری نباشد، صوفی یا قبوری نباشد. بلا سخن در اینجاست که برادران و خواهران عزیز، اینها اشعری ها، ماتریدی هایی که خودشون رو حنفی میگویند، اینها حنفی نیست. بله اینها فقه، از نظر مسائل اجتهادی حنفی است. بله صوفی های قبوری که امروز خودش رو حنفی میگن، طاغوت هایی که شب و روز مسلمان را میکشد خودش رو حنفی میگن، ملحد ها، ادبیات شناسان ملحد خودش رو میگن من حنفی است. ملحد است، لیکن کمونیست، تئیست. و این چنین ماتریدی ها خودش رو میگه که ما حنفی هستیم. ماتریدی ها از نظر عقیده اینها، بله شما باید دانید، من یک چند مرتبه تکرار میکردم، لیکن درس های ما سلسله درسی بیان اعتقاد ابو حنیفه و رد به حنفی و دروغین این مسئله رو بسیار واضح کرده ایستادیم. لیکن شما با دقت مختصر بفهمید که بله این کسانی که خود را حنفی میگن از نظر فقه، تنها از نظر مسائل فروعاتی، چخل نماز میخونی، چخل روزه میداری، چخل حج میکنی، شکننده های روزه و حج و زکات، اینو این مسئله فقهی فروعاتی است. اینها حنفی است، در مسئله فقه حنفی است. اما در مسئله اعتقاد، اصول، فقه اکبر، فهم بزرگ، اینها به ابو حنیفه هیچ ربطی ندارند، از ابو حنیفه بیزارند. حتی من در یکی از کتاب‌های رساله نوشتم، اثبات کردم که ابو منصور ماتریدی ابو حنیفه را یک چند مراتبه در یک چند مسئله تکفیر کرده. ابو منصور ماتریدی میگوید که الله را در خواب دیدن ناممکن است و کسی بگوید که الله را در خواب دیدن ممکن است کافر است. سخن ابو منصور ماتریدی جهمی است. ابو منصور ماتریدی و ماتریدی های عقیده را دارند. از ابو حنیفه روایت است که میگوید که من در خواب الله را 70 مراتب خواب دیدم. سندی صحیح حنفی و قبول دارد که ابو حنیفه الله را خواب دیده. عقیده اهل سنت و جماعت ظاهر است، واضح است که در خواب الله را دیدن درست است، ممکن است. پیامبر در خواب الله را دیدند و امروز هم یگان مسلمان دیدنش ممکن است. اما عادتا مسلمان ها الله را به صورت نمی بینند، بلکه به صدا و غیره، لیکن ثابت است. اما ماتریدی ها الله را دیدنش را، سخن کردن الله را بالکل انکار میکنند. ما گفتیم ابو حنیفه الله در بالا میگه، ماتریدی ها، اشعری ها، این کسانی که خودشون حنفی میگن. اما ببینید دروغ، ماتریدی حنفی عقیدش حنفی نیست، عقیده اینا کلامی است، اهل کلام هستند، اهل فلسفه هستند. عقیده اینا یونانی است، یونانی، ایتالیانی، رومی، فلسفی این ابن افلاطون و ابن ارسطو است. اینا هیچ ربطی به عقیده اهل سنت و عقیده قرآن و سنت ندارند. ابو حنیفه میگه که الله در بالا آسمان است، شاگردانش حنفی های حقیقی میگن که الله در بالا آسمان است. کسی که الله رو در بالا بودنش رو انکار کند این کافر است. ماتریدی اشعری میگه که الله در بالای آسمان نیست. کسی که الله رو در بالای آسمان گوید این مجسمه کافر است. از نظر ماتریدی ها، اشعری ها، ابو حنیفه کافر است. از نظر ابو حنیفه، اشاعره و ماتریدی کافر است. فهمیدید؟ افلاطونی ها، فرزندان افلاطون و ارسطو، شما ایتالیانسو عقیدتون از اهل سنت و جماعت از پیامبر صلی الله علیه و سلام نیست. اصل عقیده شما از رومی ها، از ایتالیانسو است. اکنون بعد از این مسئله یک چند مسئله های دیگر ابو حنیفه رحمه الله اثبات میکند صفات های الله سبحانه و تعالی را. اشاعره و ماتریدی این کار میکنند، یا تعویل یا تحریف. بالاخره امروز انا همچنین یک دیوبندی یا قادری یا نقشبندی، یک صوفی قبوری که خودش رو ماتریدی و اشعری میگوید، اما در فقه حنفی خودش حنفی گفته آمده است و گفته است که انا همین کتابی مسندی یا بگیم کتابی سنت عبدالله احمد ابن حنبل ثابت نیست، دروغ است. یعنی همین کتاب ثابت نیست، دروغ است. برای چی؟ از علم میسوزد، میخواهد که به شما شبهه گذارد، میخواهد که به شما شبهه گذارد که شما در حیرت مانید و بگویید که چیکار میکنید. لیکن ما به شما اثبات میکنیم که دروغ است، ثابت است. ثابت به یک چند سند ها، به سند های معروف ثابت. من حالا میگم کتاب السنه
نویسندش، تألیفش، مؤلفش، تألیف کنندش عبدالله پسر احمد ابن محمد ابن حنبل است. پسر احمد ابن حنبل رحمه الله. ابو عبدالله لقبشون یا بگیم کنیهشون ابو عبدالرحمن الشیبانی بود، البغدادی. از پدرشون بسیار روایت میکنند. ابن المنادی میگد که وما زلنا نرى اکابر شیوخنا یشهدون له بمعرفة الرجال والعلل الحديث. ابن المنادی میگد که تا به حال علماهای بزرگ، مشایخهای کبار شهادت میدهند به عبدالله پسر احمد ابن حنبل که این معرفت و علم داشت نسبت رجال عللهای حدیث. عبدالله پسر احمد ابن حنبل یکی از محدثین بود، یکی از ثقه ها بود، اهل ثقه بود، خودش ثقه بود و از اهل علم، از اهل حدیث بود. از پدرش روایت کرده. چقدر حدیث ها، چقدر روایت ها علما صحیح میگن. خطیب البغدادی میگوید که وكان هو ثقة ثبتا و فهما. عبدالله پسر احمد بن حنبل میگوید ثقه بود. ثقه یعنی معتمد بود، ثبت بود، ثابت بود و معتمد بود، یعنی معتمد بود و علم داشت و میفهمید. وفات کننده 290 هجری بود. بعد از 10 سال امام دارمی وفات کرد. 241 امام احمد بن حنبل وفات کرد. بعد از 60 سال پدرشون وفات کرد یا 50 سال پدرشون. پس یکچند کتاب ها روایت ها کرده، لیکن مشهورترینش کتاب سنت است. از سنت، کتاب سنت که امروز در بین دست طالب علمان اهل سنت و جماعت بسیار مشهور است. تاریخ بغداد رو نظر بکنید، مجله نهم صفحه 375، یا سیر اعلام النبلاء الذهبی نوشته مجله 13 صفحه 516 در مسئله عبدالله احمد ابن حنبل میبینید. همین کتاب سنه را، کتاب السنه یکی پسر احمد ابن حنبل نوشتن، بعضی از علمای دیگر نامش رو الرد علی الجهمیه میگن، رد بر جهمیه، لیکن سنه رد بر جهمیه نوشته شده است. ضد جهمیه این کتاب روایت ها از سلف ذکر شده است. این کتاب رو بسیار اشاعره و ماتریدی بد میبینن. چرا؟ تا همین روز شما شنیدگی نیستید از اشعری ها و ماتریدی ها. شما یکچند از بین شما بسیار مردم هستند که بسیار شاید علم خوندید، اهل علم بودید، میخوندید، میفهمیدید، لیکن نام این کتاب شنیدگی نیستید، نه شنیدید. یا کتاب الرد علی الجهمیه را امام دارمی رو شنیدگی نیستید، یا کتاب اصل سنت اعتقاد الدین شنیدگی نیستید، یا کتاب حرب بن اسماعیل الکرمانی از سنت رو شنیدگی نیستید، یا کتاب ایمان سلف صالح قاسم بن سلام رحمه الله رو شنیدگی نیستید، یا کتاب خلق افعال العباد الرد علی الجهمیه و الرافضه خلق افعال العباد امام بخاری رو شنیدگی نیستید، یا کتاب الرد علی الجهمیه و الزنادقه احمد بن حنبل رو شنیدگی نیستید. ده ها کتاب دیگر است که من الان میتونم به شما بگم. برای چی؟ برای آن شنیدگی نیستید که کسانی که در بالای شما بودند همچون ملاها این کتاب ها رو از شما پنهان میکنن، زیرا که ملاهایی که در شما هستند یک قسمش جاهل، اسخر خانه و همسایش هم دیده جاهلتر و گمراهتر، قسم دیگرش عقیدهش مخالف عقیده اهل سنت و جماعت است. اینا ماتریدی و جهمی، اینا اصلا ربط به قرآن و سنت و فهم سلف این امت ندارد. به شما خیانت کرد، علماء اصول شما رو فریب دادند، به شما این کتاب ها رو نرسوندند. وقتی که طالب علمان اهل سنت ما بیان میکنیم، این کتاب ها رو، حقیقت رو بیان میکنیم، بعد اومده میگن که این کتاب ثابت نیست، دروغ است. میگن اگر باور کنید در آینده سالهای نزدیک وقتی که ما این درس های اسما و صفات رو کردن بگیریم، این بنام حنفی های دروغی دیوانوار می آیند و همه این علما رو تکفیر کرده میروند. خیلی که امروز شیخ ابو عبدالرحمن بیان کردن که در همون بحثی که شده صوفی های قبوری علمای اهل سنت سلف صالح رو به مانند امام الدارمی و غیره رو تکفیر کرده است. شما میبینید که علماهای شما، امامهای شما رو اینها تکفیر میکنند. قسم به الله اگر حقیقت امام بخاری رو فهمد، امام بخاری رو هم تکفیر میکنند، لیکن اینها
از مردم میترسد. اینا بسیار شهرت خواه از مردم میترسد. امام بخاری که تمام امت قبول دارد، امام بخاری را که الله خودش اینه حفظ کرده است، کتاب صحیح بخاری دارد، اشاعره و ماتریدی تکفیر کردن امام بخاری به بسیار احتیاط میشد، یا صوفی قبوری میترسد. حالا شروع کردن، کم کم شروع کردن کتاب دروغ است، افسانه است گفته. بالاخره کتاب ثابت است، کتاب عبدالله احمد بن حنبل ثابت است و علما بسیار اینه تحقیق هم کرده است و یک چند علماهای بزرگ تحقیق کرده است. هر یک عالمی که این کتاب را تحقیق کرده به مانند محمد ابن سعید القحطانی بسیار محقق است، ارناؤوط، شورنال ارناؤوط، البانی هم تحقیق کرده و غیره و غیره، چند کسی دیگر تحقیق کرده. همه این محققا در اولی همون کتاب ثابت بودن این کتاب حقیقتا سندش به عبدالله احمد ابن حنبل رسیدنش ثبوت کرده است. همین یگان کتاب نیست. همین کتاب روید مطالعه کنید، در اولی مقدمه کتاب هر یک محققی که این کتاب را تحقیق کرده سندها را آورده اثبات میکند. یکمین وظیفه محقق همین کتاب آیا ثابت است یا نیست. اولین وظیفه محقق همین است. اگر ضعیف باشد ضعیف میگه، صحیح باشد صحیح میگه، ثابت باشد ثابت، نباشد نمیگه. این کتاب از مؤلفش عبدالله پسر احمد بن حنبل به یک چند سندها ثابت است، به یک چند طرق گفته ما در مصطلح الحدیث به شما بیان کردیم. طرق همون راههای سند، یعنی سند دارد لیکن یک چند سند دارد، یک چند راه دارد و این را علما میگویند که به 6 سند، به 5 یا 6 سند، بارک الله فیک، بله به 6 سند ثابت شده. سند اول طریق اول از جانبی، سند اول از جانبی، یا بگیم اسناد اول از جانبی احمد ابن محمد ابن عمرو ابن ابان اللنبانی العبدی یک روایت میکند از طریق حافظ ابن منده. این آدم احمد ابن محمد روایت میکند از کی؟ از ابن منده، از طریق ابن منده ثقه نشد. الرد على الجهمية والإيمان والتوحید. ابن منده روایت کرده میگوید این ابن منده روایت میکند از احمد ابن محمد ابن عمرو ابن ابان اللبناني العبدي که میگوید قال اخبرنا احمد ابن محمد ابن عمرو ابن ابان عن عبد الله. حافظ ابن منده یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت سلف، یکی از علمای سلف صالح، در کتاب الرد علی الجهمیه، در کتاب ایمان، در کتاب توحید آمده است که میگوید که به ما خبر داد احمد ابن محمد ابن عمرو ابن ابان اللبانی او اللبانی، ابان اللبانی خبر داد از عبدالله. ببینید و این چنین به سند دیگر از طریق فرزندش عبدالوهاب روایت میکرد. حافظ ابو الشیخ اصبهانی و از طریق حافظ الدشتی اثبات الحد به اسناد احمد ابن محمد ابن عمر. یعنی ببینید این انسان، این سند اول سندی ثابت است، ثقه است، اسناد اول است. بارک الله فیکم. پس اسناد بسیار معروف است. انا کنون اسناد دوم تمام می شود به ابی الوقت عبد الاول بن عيسى بن شعيب الهروي عن شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي
قال أنبأنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد ابن محمد أنبأنا أبو النضر محمد بن حسن بن سليمان السمسار حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ابن محمد بن حنبل. اسناد ثابت است. شما نظر کنید به کتابی السنه با تحقیق علما در اولش این سند آورده است. اگر هر یک روایت کننده ها را نام به نام شما بگوید، ابو عبدالله محمد ابن ابراهیم ابن خالد الهروی این شیخ ابن حبان است، از ثقات است، از ثقات. این یکی از نظر کنید کتابی ثقات ابن حبان نظر بکنید، مجله هفتم صفحه 33 از جمله ثقات است، یعنی معتمد است، ضعیف نیست. و این چنین ابو الناظر نظر بکنید، محمد بن الحسن بن سليمان السمسار، بارك الله فيكم. روایت کننده هاش همیش رو علما میگن ثقه یا صدوق که از اینها روایت کرده میشه. این اسناد دوم بود. اسناد سوم از طریق ابی بکر احمد بن محمد بن هارون الخلال، امام الخلال یعنی ابو بکر الخلال که معروف است، روایت میکنن خلال کتاب احمد بن عبدالله ابن احمد این سنه رو از کتاب عبدالله کتاب سنه رو روایت میکنن و نقل میکنن. این کتاب رو نسخ‌های زیاد رو در کتابشون نقل میکنن. این امام خلال، امام ابن منده از این کتاب سنت روایت کرده، این کتاب صحیح میدونن، از این کتاب روایت میکنن. امام خلال قبول کردن این کتاب، ابن منده قبول کردن، سندش صحیح در کتابشون ذکر کردن. این چور جهمی اومده میگه که این ضعیف است، از علم و درد دروغ میگه. بله شاید از این 6 سند 6 اسناد یکیش ضعیف بگوی، لیکن این 6 اسناد است. بارك الله فيك. اسناد چهارم از طریق احمد ابن سلمان النجاد در کتابش ذکر میکند الرد على ما يقول القرآن مخلوق، تجي كتابش ذکر میکند ما يزيد على نصف الكتاب عن شيخ الامام، نصف کتاب رو از این کتاب سنت روایت میکند از شیخش، زیرا که عبدالله پسر احمد ابن حنبل شیخ احمد ابن سلمان النجاد. و از این انسان احمد ابن سلمان النجاد از عبدالله ابن احمر روایت میکند. از این باشد دارقطنی یکی از بزرگترین علمای سلف، بگه متقدمین بعد از سلف، محدثین عصر چور، اهل حدیث، عقیده سلفی، یکی از صالحین، امام دارقطنی رحمه الله، مشهورترین علامه اهل سنت و جماعت، امام اهل سنت و جماعت، در کتاب الرؤیا روایت میکنند با همین سند احمد ابن سلمان النجاد روایت های عبدالله ابن احمد ابن حنبل رو. ابن بطه در کتاب ابانه روایت میکنند، ابن شاهین در کتاب اللطیف روایت میکنند. همه این علما کتاب السنه عبدالله احمد ابن حنبل رو قبول داشتن و روایت میکرد. و این اسناد چهارم، یعنی ببینید به اسناد سوم خلال روایت میکرد، به اسناد دوم یا یکم ابن منده روایت میکردن، به یک اسناد ابن منده روایت کردن، به یک اسناد خلال در سنه روایت کردن، به این اسناد چهارم این دارقطنی و ابن بطه و ابن شاهی روایت کردن. بارک الله فیکم. و این چنین خطیب البغدادی در تاریخ بغداد به سند یعنی چهارمی که ما اسناد چهارمی که نقل کردیم از احمد بن سلمان النجاد روایت میکرد. خطیب البغدادی در تاریخش این چنین اللالکایی شاگرد البربهاری، یکی از علمای بزرگ اهل سنت و جماعت، در کتابشون اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت، شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت، بسیار روایت ها را به سندی همین اسناد چهارم کتاب روایت هایی که در کتاب عبدالله احمد ابن حنبل آمده است سنت روایت میکنن، بسیار روایت ها. بیهقی در کتاب اسماء و صفات به همین اسناد چهارم از طریق احمد ابن سلمان النجاد در کتاب اسماء و صفات به همین سند روایت میکند و صحیح میکند. و ابو یعلا
در کتاب ابطال التأویلات و ابن البنا در کتاب مختار فی اصول سنه به این اسناد چهارم روایت میکنند و این کتاب معتبر میگن، در درونش اومده روایت ها را روایت میکنند. اما یک جهمی اومده این فقط ضعیف است گفته احمقانه رفتن او اصلا به اعتبار گرفته نمیشه. اسناد پنجم از طریق موسی ابن عبید الله ابن یحیی الخاقانی از این طریق روایت میکرد ابو یعلا در کتاب ابطال التأویلات. اسناد ششم طریق اسماعیل ابن علی ابن اسماعیل خطبی البغدادی، با این طریق ابو یعلا ابن البنا در کتابش مختار فی اصول سنه روایت میکرد. سبحان الله. 6 سند روایت کننده ها رو ببینید. از عبدالله احمد ابن حنبل روایت کرد. یکش احمد ابن محمد گفتیم، بله، یکمش احمد ابن محمد ابن عمرو الاصبهانی اللبنانی سمعانی میگه که ثقه معروف مکثر، این آدم ثقه است، معروف است، بسیار مکثر است. میگه ابو شیخ میگه که در نزد ابن ابو دنیا بود و در نزد مسند احمد ابن حنبل بود. ذهبی میگه که سمعه من الامام احمد، از امام احمد هم شنیدگی است. یعنی این انسان ثقه است، از امام احمد هم روایت کرده است، اما از پسر امام احمد ابن حنبل هم روایت میکرد، همین کتاب روایت میکرد. وفات کننده 332 هجری میگه. ابو بکر دومین سند ابو بکر احمد ابن محمد ابن هارون الخلال، که ما میگیم ابو بکر الخلال میگیم، یا که امام الخلال، یا که خلال در سنه روایت کرده میگیم. یکی از شیخای حنابله، عالم بزرگان اهل سنت و الجماعت، یکی از بزرگترین اهل سنت و الجماعت است. خطیب در حق این کس میگوید که وكان ممن صرف عنایته الى جمع علوم احمد بن حنبل وطلبها وسافر لاجلها. ابن ابي يعلى میگوید که له التصانيف الدائره والكتب السائره. وفات کننده 311 است. یکی از علمای سلفی. در سالی که ابن جریر طبری وفات کرد، خلال الله وفات کرد. یکی از شاگردان احمد ابن حنبل، یعنی مدرسه احمد ابن حنبل، که با فرزند احمد ابن حنبل عبدالله ببینید هم عصر است، از او روایت کرد این کتاب. سند سوم از احمد ابن سلمان ابن الحسن النجاد. ابو یعلا میگه که عالم ناسک الورع، عالم است، پرهیزگار بود. خطیب میگه که هو ممن اتسعت روایته وانتشرت احادیثه وكان صدوقا عارفا. وفات کننده 348 هجری. این میگه کسی که روایت زیاد کرد، احادیث روایت کردن بسیار منتشر شد، صدوق بود. میگه صدوق یعنی ثقه و ثابت. اگر یک آدم ثقه گفته شود، ثابت گفته شود، صدوق گفته شود، روایت او صحیح است. چهارمین موسی ابن عبید الله ابن یحیی الخاقانی، خیلی که گفتیم که خطیب از این روایت کرد، ثقه بود. خطیب میگه که وكان ثقه دینا من اهل السنه، ثقه بود، از اهل سنت بود. ذهبی میگه که جمع و صنف تصنیف کرد و غیره، 325 هجری کرده. پنجمین اسناد اسماعیل ابن علی ابن اسماعیل خطبی قال الخطيب وكان فاضلا فاهما عارفا بأيام الناس وأخبار الخلفاء. وذهبي میگه که علامة الخطيب الأديب مات بالاخره انسان عالم بود. این روایت کننده ها همیشه صحیح ثابت است. کدام علما این کتاب را گفتن که باز غیر از این روایت ها، غیر از اسناد از متأخرین، اینها همه ما از حالا از سلف، از متقدمین اثبات کردیم که این کتاب را متقدمین این کتاب را معتبر میدونستند، قبول میکردند و مشهور بود. اما علمای متأخرین هم این کتاب را قبول کردند. اولا این کتاب را خیلی گفتیم، امام خلال، ابو بکر الخلال، نجاد، محدث اللنبانی و غیرشون این کتابا چی گفتن؟ این کتاب قبول کرده می شود، معتمد است، این کتاب ثابت است. علماهایی که این کتاب کار کردند، تحقیق کردند و غیر و غیر، یا بگویم از این کتاب، از کتابی انمین سنه احمد ابن حنبل نقل گرفتند.
قول گرفتن گفتن که در فلان کتابی احمد عبدالله احمد ابن حنبل این کتابش در فلان کتابش اومده است، یعنی این کتاب معتبر دانستن و از درون این کتاب نقل کرد. یکی از منها قوام السنه در کتاب الحجه نقل میکرد، در مجله دوم صفحه 494 نقل میکرد از درون کتاب عبدالله از کتاب سنه نقل کرده، این کتاب معتمد است میکرد. یا ابو نصر سیجزی وفات کننده سال 444 هجری در کتابش الرد علی من انکر الحرف و الصوت، رد به کسانی که حرف و صوت الله انکار میکنند، ذکر میکند که روایت ها را از کتاب عبدالله از سنه روایت ذکر میکند. ابن قدامه در کتاب صراط المستقیم و در کتاب مناظره و در کتاب برهان از کتاب عبدالله ابن احمد ابن حنبل از کتاب سنه روایت میکند. خطیب در کتاب التاریخ، ابن الجوزی در کتاب العلل والمتناهیه، شیخ الاسلام در کتابشون در گوناگون جوهاش، ابن القیم، ذهبی، ابن کثیر، ابن حجر، این کتاب رو میگن که از عبدالله ثابت است و از این روایت میکنند. روایت کرده میگن که در کتاب نوشته عبدالله ابن احمد ابن حنبل روایت است. وقتی که همه این علما این کتاب رو اثبات کردند و ثابت شد، سخن 4-5 کبوری و جهمیه که اصلا علم ندارد در باب علم رجال، علم اسناد و علم حدیث، و اونها ما اصلا نظری نخواهیم کرد و سخن اونها قبول نیست. اولش ما دیدید این کتابی از سنه احمد ابن از سنه عبدالله پسر احمد ابن حنبل چقدر معروف است، فهمو شد. 6 سند ثقه و غیر از این علماهای متقدمین در کتابهایشون از این کتاب نقل کردند، بسیار این کتاب روایتاش قبول کردند و همشون گفتند که این کتاب از عبدالله پسری احمد بن حنبل است. این یک جواب به شبهه، یکی از شبهه قبوری های صوفی ها یا معطله جهمی بود. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. سخن در این موضوع به پایان رسید.